سلام به همگی. من امیرعلی اترنالم و داخل یه چنل جدید این ویدیو رو براتون دارم آپلود میکنم. دارید میبینید همونطور که میدونید چنل اصلی من بعد از 3 سال و نیم فعالیت، کلی زحمت و تلاش و خاطره، هفته پیش تقریبا نزدیک به یه هفته پیش هک شد جیمیلم و چنلم و کلا نیست و نابود شد. یعنی من خواب بودم، از خواب پا شدم دیدم زده پسورد اینا همه عوض شد بدون که حتی هم خبر داشته باشه. تو فاکتورم فعال بود، ایمیل ریکاوریم، همه چی امنیتی اوکی بودم. من بلند شدم دیدم کلا همه چی تغییر کرد. هر کار کردم نتونستم چنل برگردم. توی این ویدیو اومدم بهتون بگم توی این چنلی که الان من جدید زدم، اولا که خیلی واقعا سختمه برای من، همینجوریش باورتون میشه به سخت جلوی دوربین اومدم. من یه سنگینی و سفتی و غم خاصی تو وجودمه، چون که خاطراتم از دست رفته. یعنی مثلا یه 3-4 سال 5 سال دیگه اگه حالا خدا عمری بهم داد اینجا موندم، آدم میگه برمیگرده به قدم، میگه خب این چه خاطرات داره، چه جوری یادش میخواد. همونا رو هم دیگه من ندارم. قد دوست داشتم رو بشینم ویدیو اول یوتیوبم بیارم با هم دیگه نگاه بکنیم، میگه یادش بخیر اون موقع چقدر خوب بود اولین ویدیو. الان دیگه نیست، تموم شد رفت کل خاطرات من تو یوتیوب. تصمیم گرفتم یه چنل جدید بزنم و سعی دارم چنل قبلی رو برگردونم. چنل قبلیم گیم بود، اگر که برگشت که توی همون روند رو ادامه میدیم، گیم و اینا رو میذاریم. اگر که برنگشت که فعلا که توی این چنل قراره این بعد کلا یه روند جدید رو داشته باشیم. قراره توی این چنل واک ترو گیمایی که قراره بیاد رو بذارم، چالش‌های آیارل و ویدیوهای این مدلی و ولاگ و این چیزایی که حالا دوست دارم بذارم. امیدوارم که دوست داشته باشید و بازی‌های مثل مورتال کمبت که الان اومده، فیفا، نمیدونم اساسن اسکرید میراژ، اسپایدرمن 2، داستان کال آف دیوتی و گیم‌ها و چالش‌های دیگه قراره تو این چنل بذارم براتون. و خب منم بیشتر اصلا به حمایتتون احتیاج دارم. تا نمیدونم حالا قراره اون چنلم برگرده نگرده، ولی فعلا تو این چنل قرار فعالیت بکنیم. ممنون میشم که اگر تا جایی که در توانتون هست حالا حمایت کنید که این چنل سریعتر جون بگیره، پا بگیره. من واقعا خیلی به سخت جلوی دوربین الان اومدم، جدی اینقدر تو این چند روز درگیر بودم تو این قضیه، رفتم به تا دیشب ساعت 2 نصف شب داشتم تمام پسوردام عوض میکردم. اونی که اومده این کارا رو کرده ولکن من نیست، یعنی داره دونه بدون سعی میکنه بقیه چیزا رو. من نشستم کلا همه چی رو عوض کردم کلا. امیدوارم که حالا این روند که قراره ادامه بدم برم جلو، یه نمیدونم چه حکمتی توش بوده که چنلم پردونم که یه روند خوبی باشه. عملا از صفر دارم شروع میکنم، یعنی مثلا نمیتونم درست صحبت بکنم جلوی دوربین، نمیتونم اصلا نگاه بکنم به دوربین، اصلا یه حس عجیب غریبی دارم من کلا. هیچ وقت این حس نداشتم کلا. این حس از دست دادن یه تیکه از وجودمو که باش زندگی کردم و دارم. خیلی سخته بچه‌ها. حالا درسته که چنلم افت داشت چنل قبلی، ولی براش زحمت کشیده بودم. من زحمت کشیدم، خودم تنهای تامنیل میزدم، ادیت میکردم، سعی میکردم آره ویدیوهامو شما دوست داشته باشه. حالا امیدوارم که تو این چنل دوست داشته باشید ویدیوها رو. و تنها هدف من اینه که بچه خدا رو سر شده قسم، هدفم این بوده که شما حس خوبی بگیرید و یه چند دقیقه لبخند رو لبتون بیاد و با دیدن ویدیوهای من با این همه مشکلاتی که تو این جامعه و زندگی ما داریم یه 2 دقیقه سرگرم بشید، یه حس حال خوبی بتونم بهتون بدم. همین که شما خوشحال باشید منم خوشحالم. ولی خب وقتی خاطرات پاک میشه، همه چی رفت، خب منم ناراحت میشم واقعا. مثلا آدم مثلا برمیگره به گذشته نگاه میکنه ولی هیچی نیست. همین، نمیخوام ویدیو بشه اینقدر طولانی بشه. یه ویدیوی بدون کات گرفتم، هیچ کاتی هم روش نمیخوره. همین که دیدید دمتون گرم. فعلا این استارتش مشخص نیست که باشه، اگه خدا بخواد آخر این هفته حالا داخل اینستا اعلام میکنم. اینستا رو داشته باشید، یوتیوب منو داشته باشید، بفرستید حالا واسه دوستاتون، هر کی که میشناسید که چنل رو داشته باشه که یه فعالیت جدید رو داشته باشیم بریم جلو. کلا امیدوارم که این فعالیت جدید قرار روندش رو ادامه بدم جلو. باب میلتون باشه، دوست داشته باشید، چون چیزی که واقعا من الان دوست دارم برام جلو و انجام بدم.
مرسی که نگاه کردید تا اینجا ویدیو رو.